خب سلام بچه ها، بریم ببینیم داستان چی هستش. Closer to him. Yep. یه ماشینی رو متوقف کردن، دوتا ماشین پلیس. همینجا متوقف میشیم، We stop. وایساده و علت چیه؟ چرا وایساده؟ نمیدونی چیزی. بهش دستور میدن که ماشین رو خاموش بکنه. دوباره بهش دستور میدن و انگار کماکان ماشین روشن 3 باره. ازش میخوان که ماشین رو خاموش بکنه ولی انگار بله تیراندازی میکنه و ازش میخوان که تفنگش رو بندازه. علت چی بود؟ از یه زاویه دیگه هم همین رو میخوایم ببینیم بچه ها، از زاویه دوربین دوم. Closer to him. Yep. اینجا نزدیکش میشن، پارک میکنن از داخل اتومبیل. We stop. خب افسر پیاده میشه، بله تفنگ رو به سمتش میگیرن و ازش میخوان که خب ماشین رو خاموش بکنه. بعد از 4-5 بار دستور بهشون شلیک میکنه، اون به پلیس شلیک میکنه. اینجاست که بهشون شلیک میکنه. اوه خیلی افتضاح هم بود. جاشو عوض میکنه، ازش میخوان که تفنگش رو بندازه. دوربین سوم Closer. فکر Closer to کنم him. همون ماشین قبلیه ولی سمت شاگرد، یا احتمالاً ماشین دوم بوده، نمیدونم. بله ماشین اوله سمت شاگرد. همون داستان از یه دوربین دیگه روایت میشه که ازش همین افیسر بود که بهش گفتش که ماشینش رو خاموش بکنه و اونجا بود که شلیک شروع میشه. 2 تا آفیسر همزمان توی ماشین دارن به شلیک میکنن. یه ماشین دیگه هم اونجا هستش دست چپ. میگه از تفنگ فاصله بگیره. از همکاراش میپرسه که حالشون خوبه یا نه. آدرس رو توی بیسیم اعلام میکنم و اینکه مظنون هم رو زمین هستش. و دوربین 4 ماشین دست چپی، ماشین پلیس دست چپی، دوباره همون داستان، یه روایت دیگه. حالا اینکه چرا وایساده و چرا اصلا وایسوندنش اطلاعی نداریم، علت چی بوده. و همینجاست که ازش میخوان که ماشین رو خاموش بکنه. آفیسرهای توی ماشین کناری ازش میخوان و اینجا تیراندازی شروع میشه. فکر کنم خودش تیراندازی نمیکنه جوری که الان، ولی خب نه تفنگ داره که ازش میخوان که تفنگش رو بندازه و ازش میخوان که فاصله بگیره از اون تفنگ.